بسم الله الرحمن الرحیم. محترم رئیس والا حضرت محمد ابن سلمان آل سعود، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربستان سعودی، محترم سران دولت و رهبران هیئت، محترم دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، ما تشبث خادم حرمین شریفین پادشاهی عربستان سعودی اعلی حضرت شاه سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود را با حیث رئیس کنونی سمیت اسلامی آید به دعوت همایشی اضطراری سازمان همکاری اسلامی سری وقتی و مهم می‌دانم. وضع بحرانی در غزه کشورهای ما و جامعه جهانی را سخت نگران ساخته است. تاجیکستان جراحت برداشتن و کشته شدن هزاران نفر اهالی آسایشته و در این میان زنان و کودکان، همچنین خراب گردانیدن انفراساختار حیاتاً مهم را در این بخش فلسطین شدیداً محکوم می‌کند. حالت این روزه بار دیگر آن حقیقت را ثابت می‌سازد که قضیه فلسطین راه حل نظامی ندارد. از نگاه ما تأمین صلح عادلانه، پایدار و درازمدت تنها از راه اجرای قطعنامه‌های داخلدار سازمان ملل متحد امکان پذیر می‌باشد. در این زمینه تاجیکستان از تأسیس دولت فلسطین با پایتخت آن شهر بیت المقدس شرقی در اساس مرزهای سال 1967 جانبداری می‌کند. ما و شما می‌دانیم که مجمع عمومی سازمان ملل متحد 29 نوامبر سال 1947 درباره در سرزمین فلسطین تأسیس دادن دو دولت مستقل قطعنامه رقم 181 را قبول کرده بود. اما تا امروز آرزو و آمال مردم فلسطین در مورد تأسیس دادن دولت خود عملی نگردیده است. حالا زیاده از 2 میلیون اهالی در نوار غزه در شرایط معاصره کامل از کمبودی آذوقه‌واری، برق، دارواری و دیگر مواد نیاز اولی اذیت می‌کشند. تاجیکستان همیشه آماده است در این روند به اندازه امکان سهم خویش را گذارد. از توجهتان سپاسگزارم.